شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 53 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2017 مرد 59 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 138 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است برای فریب به باوریش درآمده از او محصولات چای خشک به مبلغ $5000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه جوان 23 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 21 مارس سال 2022 شخص نامعلوم از داخل افت-ماشینش تمغه تویوتا کمری که در خیابان رودکی پایتخت به نظارت می ایستاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 13 را دزدیده از جای حادثه غایب زده است. ضرر رسانیده شده 16300 سامانه را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.